مرد خرش را بالای بام برآورد. بعد چند ساعت میخواست خر را پایان فرارد، اما خر نفرآمد. مرد خودش پایان رفت و فکر کرد که بهتر آمده خر را میفرارد. خر باشد با پایهایش بالای بام به کوبیدن سر کرد. از کاس خانه گرد و چنگ میریخت. مرد باز به بالای بام رفت تا خر را به پایان فرارد، اما نتوانست، چون خر دیگر در پستی بودن را نمیخواست و نمیفرامد. مرد از این کار خسته شد و خواست که به پایان فراید و خر باشد لگد سخت به مرد زد و مرد از بالای بام به زمین افتاد. خر باشد پایکوبیش را در بالای بام زیاد کرد. بام خانه فرو ریخت و خر به زمین افتاد. دیوارها به بالایش چپه گشتند و هر آبادی که بود از بین رفت. هیچگاه خر را به جایگاه بلند نبرارید.